دادگاه نویه لوبلینوی شهر مسکو روز 16 دکبر سال 2023 شهروند 21 ساله تاجیکستان یوسوف سوروب خورساندوویچ را که در پی مناقشه با پلیس در بازار صدوات بر اساس دو ماده کودکس جنایتی روسیه ماده 318 زوروری نسبت به نماینده حکومت و ماده 319 تحقیر نماینده حکومت در محضر عام عیبدار می شود تا 16 فوریه سال 2023 به حبس پیشکی گرفت. در این باره تلگرام کانال خدمات مشترک مطبوعات دادگاه شهر مسکو با نشر یک ویدیو از تالار دادگاه خبر داد. بنا به فرضیه تفتیشات شام 15 دکبر سال 2023 تخمینا ساعت 18 کارمندان پلیس ماشین سوروب یوسوف را برای تفتیش حجت‌هایش منع کردند. راننده کوشش فرار کرده ماشینش را بالای کارمند پلیس راند و او را در روی کاپوت ماشینش چند متر کشانده به حیات و سلامتیش خطر ایجاد کرد و هنگام بازداشتش نیز کارمند پلیس را چند ضربه دیگر زده با لفظ قبیح تحقیر کرده است. هنگام بازداشت سوروب یوسوف مهاجران دیگری که در صدوات کار میکنند به حمایت از وی برخواسته کارمندان پلیس را احاطه کردند. به ادعای پلیس گویا هنگام رد و بدل با مردم جمع شده کسی از بین ازدحام بالون ماشین پلیس را کفانده است. کارمندان پلیس برای آنکه راننده دستگیر شده را با زور رها نکنند 2 مرتبه به اواتیر آگاهی کننده خالی کردند و اما تصویر این حادثه از زبان شاهدان دیگر از فرضیه پلیس فرق میکند. مهاجران میگویند پلیس با یک شیوه بیرحمانه راننده را دستگیر کرده به بدنش الکتروشوک زد. از بس که سوروب یوسوف بیماری اپیلپسی داشته است از ضربه نیروی برق این بیماریش افزایش گرفته او از هوش رفته است. به گفته مهاجران معشونین برخورد بیرحمانه پلیس نسبت به یک راننده بیمار سبب شد که آنها به حمایت از او جمع شوند. پلیس خروج بیماری اپیلپسی راننده دستگیر شده را تصدیق میکند ولی میگوید که بعد از گرفتن بیماری یوسوف آنها خودشان کوشش کردند که به وی یاری رسانند. پروکراتور یا دوستان شهر مسکو در تلگرام کانالش خبر داد که هرچند دادگاه لوبلینو از درخواست تفتیشات برای به حبس پیشکی گرفتن راننده پشتیبانی کرد ولی خود راننده در دادگاه اتهام اعلام شده را به گردن گرفت و همچنین از انتخاب حبس پیشکی باعث چاره پیشگیری نسبت به او ناروزگی کرد. خود سوروب یوسوف یا نزدیکانش برای شرح مستقیم قضیه دسترس نیستند ولی به او بر اساس ماده 319 برای تحقیر کارمند پلیس همچون جزا جریمه به اندازه تا 40,000 روبل یا تا 306 ساعت کارای حتمی و یا تا 1 سال کارای اصلاحی تهدید میکند. ولی بر اساس ماده 318 برای زوروری نسبت به کارمند پلیس به این مهاجر تاجیک جزای خیلی وزنین‌تر جریمه به مبلغ 200,000 روبل یا تا 6 ماه حبس و یا کارهای مجبوری یا حکم زندان به مدت تا 5 سال تهدید میکند. چون این به نظر میرسد که مقامات روسیه از این مناقشه مهاجران با پلیس در بازار صدوات میخوان یک قضیه بزرگ بسازند. وزارت کارهای داخلی روسیه روز 16 دکبر خبر داد که در پی مناقشه در بازار 82 نفر دستگیر گردیده در رابطه با این حادثه بر اساس 3 ماده کودکس جنایتی روسیه ماده 213 اوباشی ماده 318 زوروری نسبت به نماینده حکومت و ماده 319 تحقیر نماینده حکومت پرونده های جنایتی گشودند. رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین که با موقع آشکارا مهاجر بدبینانش نام برآورده تقریبا هر یک مناقشه مهاجران را زیر نظارت خود میگیرد بلافاصله قضیه مناقشه در بازار صدوات بین مهاجران و پلیس را نیز زیر نظارت خود گرفت و طلب کرده است که به او درباره جریان تفتیش این پرونده حساب دهند. در بازار صدوات صدا زاده تاجیکستان کار میکنند. برخی آنها در اینجا به تجارت مشغول بوده مغازه‌های خود را دارند اما اکثر مهاجران تاجیک در صدوات بایس حمال، آشپز و فروشنده کار میکنند و یا برای روبوچین قلمرو بزرگ این بازار به کار جلب شدند.